خب سلام به همه بچه ها. دیشب یه ویدیو گرفتم دادم ادیت بخوره، هنوز آماده نشده بود. بعد از ظهر میاد. این ویدیو احتمالا فردا بعد از ظهر بیاد. امروز 21 اسفند 1403 سال داره تموم میشه. ما گفتیم بیایم یه دستی یه ویدیو 10 دقیقه رو به گیم پلی میگیریم براتون. کیفیت با ویدیو قبلی بخاطر که همسوری کنم گم شده بود، واقعا داغ خیلی شرمنده. خب این ویدیو احتمال خیلی زیاد خیلی بود. خب امروز ریس دی میخوام بزنیم با اون ماشین که مال خودم نیست. من الان میتونم اون فور ایکس درایو که به سری مسابقه میزانه پس بگیرم 800,000 تومن، 1,000,000 دارم ولی نمیگیرم چون میخوام از اینو بگیرم. یه سه لنگیچ از پولم رو نگرم باز خودم. تنظیم امید آزاد، تقدیم هرچی شیراکار 405 سواره. مکوه دل دارم 405 سوارم، مکوه دل دارم 405 سوارم. یه روز هم دگناوه یه رود جاده ساوه، یه روز هم دگناوه یه رود جاده ساوه. بگاز بگاز بگازه 405 نازه، بگاز بگاز بگازه 405 نازه. شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه، شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه. شیرک و دیاری والا تو پرچم داری، شیرک و دیاری والا تو پرچم داری. سیلوغ نون حلال یه سر هازنی بار، سیلوغ نون حلال یه سر هازنی بار. بگاز بگاز بگازه 405 نازه، بگاز بگاز بگازه 405 نازه. شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه، شیرک و ری شیرک و ری شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه. میریم تو تونل هواییشون ولی خب سرعتشون خیلی بیشتر. هرچند من این پیست رو به خاطر این پیچ معروفش دوست دارم. اینا با سرعت خیلی کمتر از من ردش میکنم چون یه ریسک بزرگ با اون سرعت رد کردنش. برای جبران عقب موندگی باید اینجوری میون برزد. همه زور این ماشین همینه که دارید میبینید. من پیچ اول رو خراب کردم. پیچ اول خیلی مهمه برای من که ماشینم انقدر ضعیف تره.
آینه نداره ماشین آینه عقب. من آینه برام خیلی مهمه. ماشین بدی نیست، بذارید باشون سوال باشه. ماشین اوکیه، میشه باهاش ساخت. سیروز شد. آره 3 ساعت دیگه آزاد میشه، ولش کن. اورکا 07 LMP2 که تو دسته LMP2 وارد شده، تو سری مسابقات WEC پارسال اومد و عملا یه دسته جدا برای خودش داره. شرکت هم این ماشین رو از شرکت سازنده میگیرن که فقط هم از شرکت سازنده میتونن بگیرن که مورد تایید سازمان فیا باشه یا FIA و وارد مسابقه میشن باش. ماشین خوبیه، بدی نیست، ولی به نسبت من ماشین پروتوتایپ لمان یعنی پروتوتایپ WEC خیلی ضعیف تره. حالا بذارید این بریم توضیحات در مورد WEC بهتون تنظیم امید آزاد. تقدیم هرچی شیرکار 405 سواره. خیلی هاتون نمیدونید WEC به سری مسابقات کوه ردل دارم 405 سوارم. کوه ردل دارم 405 سوارم. یه روز هم دگناوه یه روز جا دستاوه. یه روز هم دگناوه یه روز جا دستاوه. بگاز بگاز بگازه 405 نازه. بگاز بگاز بگازه 405 نازه. شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه. شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه. آره مسابقات استقامتی که از 6 ساعت تا 24 ساعت این ماشین 24 ساعت کرده مسابقه میده و راننده ها هم عوض میشن هر 4 ساعت که 24 ساعت عوض میشن. شرکت معمولا با 2 تا راننده میاد. شیرک و دیاری والا تو پرچم داری. شیرک و دیاری والا تو پرچم داری. سی لقمه نون حلال یه سر هازنی بار. سی لقمه نون حلال یه سر هازنی بار. بگاز بگاز بگازه 405 نازه. بگاز بگاز بگازه 405 نازه. شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه. شیرک و ری شیرک و ری شیرک و ریا پشتش هیچ وقت خوش نبازه. تقریبا 2 ساعت شروع تونست قهرمان بشه. من خودم طرف کادیلاک بودم. این احتمال پیروزی بیشتری داشت حداقل از دهان میرسید، ولی اون راننده‌شون افتضاح. از این نظرات شخصی خودم باید خیلی نظرشون متفاوت کنم. راننده افتضاحی داشتن، میترسی سر پیچو از پتانسیل کامل ماشین استفاده کنه. بعضی وقتا میونبرا اینجوری میشن، شیشه جلوی ماشینم ریخت. خب حالا باید زور بزنم تا اون 2 نفر برسم.
با یه ماشینی که خیلی ضعیف تره. تفاوت شتاب جانبی ماشین اون نزدیک یه جیه. ولی میدونید چرا زدن سر پیچ قوی ترم؟ چون من یه آدمم، اونا یه کامپیوتر. من همه چی رو غیر فعال کردم و کاملا دارم دستی میرم. حتی به جز دنده که نمیشه دستیش کرده، میشد میکردم. اونا دارن کامپیوتری میرن. میون برو بزرگ. خب سوم شدیم. همین پیک آدم نباید اول شد. آره دیگه، سری مسابقات WC از تلویزیون ماها پخش نمیشه، نترسید. من خودم از توی یوتیوب اکثرشون رو پخش زنده نگاه میکنم. یعنی من نه کامل، ولی بخشای من تو مسابقه 6 ساعته رو که کامل نگاه میکنم، 12 ساعته رو تقسیم میکنم به 3 بخش، 3 تا 2 ساعت توش نگاه میکنم. 24 ساعت هم تا جایی که بتونه ازش نگاه میکنم. 2 تا 24 ساعت داره. 2 تا بود یا 3 تا؟ آره 3 تا. یه 24 ساعته اسپی فرانکفورت، یه 24 ساعته لاسارس فرانسه، یه 24 ساعته هم دیتونا اینترنشنال. اه، 12 ساعته همونم دیتونا 12 ساعت هم داره. الان میتونم سری مسابقات کاملش علامتون میگم WC. ببینید اگه خواستید در مورد ماشین هر مطلبی پیدا کنید توی سایت های ایرانی، به نظر من سایت پدال بهترین سایته. یه لیست باید بذاره. کوش این تقویم این برات 2024. این لوسایل قطر 10 ساعتی، ایمولا ایتالیا 6 ساعته، اسپا بلژیک اسپیو 6 ساعته کردن. آره 6 ساعته 24 ساعته رو کردن، یه دونه حذف کردن، لعنت بهشون. لمان پیستل لمان تو فرانسه 24 ساعته، اینترلاگوس 6 ساعته، برزیل آستین و فوجی 6 ساعته، بحرین 8 ساعته. این تقویم مسابقات مال پارساله، احتمالا مال امسال هم همین باشه. فکر نمی کنم چیز خاصی بخواد بهش اضافه بشه. آره دیگه اینجوری گیم پلی کوتاه بود برای امروز که شاید امشب بیاد. امشب شاید آپلود بشه. امروز احتمال زیاد یه ویدیو از کارهای ماشین براتون آپلود کنم که ببینید و لذتشو ببرید که چه عذابی کشیدیم و به هیچ جا نرسیدیم. و آره دیگه اینجوری. پس فعلا تا ویدیوهای بعدی راستی لایک و ساب فراموش نشه ها. کامنت هم بذارید، چقدر وقت میگیره. آره دم همین کسایی که تا آخر ویدیو میمونن گرم، واقعا عشقید.
نمازروزتون هم قبول. پس ما فعلا با خداحافظی میکنیم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.